سلام علیکم عزیز، این سلامات خون با سر باشید. یک روز پیغمبر سلام اشارت میکنه به یک مرد، میگه که این مرد داخل جنت میشه به یک اون پرسپوسی ملائکه. بعد یک صحابی ازش نظارت میبرد، میره میبینه زندگیش رو که مثل عبادتی که میکند. این صحابی هم میکنه. صحابی برگشته به نزد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم آید میگه که هیچ کار میکند که از ما فرق میکند که جنت میدارد به پرسپوس به یک سوال جواب. پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میگه یک کار میکند که در بین شما این کار علما نمیکنن بسیاری. شاید که نمیکنه اون کسی شما میدونی چیکار میکنه دست آدم پیش از خواب رفتنش، پیش از همون روزی که زندگی میکنه، پیش از خواب رفتنش از همه آدم بخشش پرسیده، کسی رو رنجونده نرنجونده بخشش پرسیده، برفته خواب میکرده است. فهمیدین؟ در ما بسیاری آدم در کلمه بخش نیست. بخش بگی پرس میگه من چیکار کنم که بخش نمیپرسم خاصه انا بخش میپرسید است، بخش میپرسید میگه میبخشید، من رو ببخشید، از من گذرید، مثال گذر کنید. انا بخش پرسته برفته خواب میکرده است که من با دومت تو سر از خواب بیدار میخیزم یا اینه شاید که من در وقت خوابم از دنیا گذرم. کی فکر میکنه؟ ممکن از 10 نفر یک نفر این فکر کنه. هست برای ما باید که از انسان ها چیکار کنیم؟ بخشش باید پرسیم. فرزندانمون باید که تعلیم دیم، تربیت دیم برای بخشش پرسیدن از انسان ها. انسان هایی هستن که بخشش نمیدونن چیه. بخشش برای چی؟ چی ما بخشش پرسم؟ یعنی که من چی باید پیش به خودم پس کنم؟ او آدم در پیش آدم بخش پس کرد، بخشش پرسید. ببینید لایق جنت الله تعالی گردانید. و این انسان بودم خاص چرا نگفت که من آدم بخش نپرسم، در پیش آدم خودم پس نکنم؟ اما کی هستیم که در پیش آدم پس میشه درستیم؟ ما کی هستیم که از انسان ها بخش نپرسیم؟ ما باید بخشش پرسیم. از پدر مادر باید بخش پرسیم. دویمو در نزد پدر مادر خصوصا از بیبی بو از خود کلام باید بخش پرسیم. از استادان اگر که رنج درس میده که بخش باید پرسیم. بله ما در نزد الله تعالی وقتی که لایقت میشیم، لایق یگان جنت یا که یگان اجر از جانب الله میشیم، اون وقتی که ما یگان عملی نکرده باشیم با مانندی از کسی بخش پرسیده باشیم و کسی رو که نرنجانیده باشیم، حتی اگر رنجانیده باشیم بخش پرسیده باشیم، با این خوب است که وقتی که انسان میرنجاند که تو از انسان بخش نپرسد او را خداوند نمیبخشد. بله انسان از انسان باید بخش بپرسد. چگونه که ما در نزد خدا گناه میکنیم، توبه میکنیم، خدا ما را میبخشد، این گونه در نزد انسان ما چیزی که کردیم به انسان سبب رنجیدن شد باید که ما بخش بپرسیم، اونم ما را بخشد. وقتی دو انسان از همدیگریشون رنجیدگی ان و دلشون سیاه است که تو آنکه همدیگری بخش نپرسن خدا اونها رو چی نمیکنه، نمیبخشد. باید که از همدیگر بخش بپرسن. با انسانی که انسان میرنجاند از یک طرف مثل میرنجاند، یک طرف دیگر رنجیده است، او آدم رنجاندگی را خداوند با آنقدر به سختی و به دچار میگردد. بله ببینید آدم بخشیدگی را پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم کرد که این دائما پیش از خواب رفتنش بخش نمی‌پرسد. برای همین الله تعالی را به پرسش داخل جنت میگرداند. دیدید چه خیلی طبیعت چه میگن یک اخلاق خوب انسانی، اخلاقی که انسان رو داخل جنت میکنه به یگان سوال جواب. اخلاق بهترینی، عالی‌ترینی چی میگن در همون مقام بالای بالا هم کنه. ما باید که همیگونه انسان کوشش کنیم که باشیم. کسی که رنج دیدیم باید که بخشش پرسیم. کسی که عیب جویی کردیم، کم جویی کردیم، آدم رنجید، باید که بخشش پرسیم. کسی رو تهمت کردیم یا که بهتان کردیم، غیبت کردیم، باید رفته بخش پرسیم که ای من در پس تو در پای تو گپ زدم، مرا ببخش، من ندانستم، بیعقلی کردم، فهمیدم که گناه است، مرا ببخش. خب بخشش باید باشد. اما ببینید بخشش 6 تا حرف است، لیکن میدونید چقدر انسان رو سبک میکنه، چقدر انسان رو خوشحال خرسند میکند، حتی انسان رو لایق جنت در آمدن میکرده است. دیدید 6 تا حرف انسان رو از همه گناهاش خداوند میبخشد و داخل جنت میکنه. شما فکر میکنید که این انسانی که داخل جنت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم اشاره کرد نداشتن یگان گناه خطاگی داشتن، لیکن بس سبب همین بخشش پرسیدنشون پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم اشاره کردن که این داخل جنت میشوند. حتی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم علمای رو، صحابی رو صدای چی میگن پایش در جنت است کرد. گفتن که ما صدای پای تو رو اسم میکنیم در جنت رگشته ایستاده. اون زنده بود لیکن حس میکرد که در جنت رگشته ایستاده. این معجزه های پیغمبر صلی الله علیه و پیغمبر صلی الله علیه و معجزه ها هر خیلی چی میشد آشکار میشد و میدیدن، حس میکردن. این گونه انسان رو اشاره کردن که شما همین به اون انسان نگفتن در دریاش، لیکن به صحابه گفتن که همین انسان
به سوال جواب داخل جنت میگردد. خب ما هم کوشش کنیم از همین گونه طایفه میگونه همین طایفه باشیم ان